به فکرم کار از کار گذشته است. کسی هست نگویم. چه طرز بودن روشنی این کارها را از من خیلی خوبتر میدانی ملکه. هیچ چیز رو شنیدن نمیخواهم گوکمن. کنی گپ زن. پدرم رو کی کشت؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ میکشی مرا؟ بله گپ زن وگرنه در همینجا میمیری. مایلش ایستا. من کردم. فرمان رو کی داد؟ کی میدهد؟ معلوم که پیکاس. تو چی کار کرده ایستاده ای ملکه؟ پیکاس این کارت را فهمد تو را جزا میدهد. همون فرمان هایی به ما داده شده را به سوال و جواب اجرا میکنیم. این را میدانی پدرت یا اینکه کسی دیگر چی فرق دارد؟ فرق بسیار دارد. از پس من کار بردید، جوابش را میدهید، فهمیدی؟ این رزیلان نیتی مرا از اینجا برآوردن ندارند. بیا یکیت، بیا عقلت را کار فرما. باید برایی از اینجا، دیگر چاره نداری. خیز از جویت می رویم. کنی با ماشین. کجا می رویم؟ به نزد پیکاس. این چی رفتار است ملکه؟ به سرت بلا می آری. کنی با ماشین. زودتر. کنی.
یعنی یگید را بردند. از کجا گرفتند؟ وقتی به اینجا آمدن از شما نپرسیدن مداخله کردن نتوانستیم. خیر بینید از آنجا صحت سلامت نبراید. جواب این را به من میگوید. هر دقیقه به من خبر دهید. همه چیز را دانستن میخوام. یک حسابات پوره تیار کرده به من میدهی؟ با چشم جناب. روحگارد فرمونی کشتنی پدرم رو کی داد؟ فرض کردیم که بله. خیر چی می شود؟ جواب این رو به من میدهید. از خاک برآمده توانستی ها؟ حرفی از خاک آمده ایم و به خاک می رویم را کمی تغییر می دهیم. از خاک برآمدم و حالا شما را به خاک می سپارم. به کار خودت مشغول شو. از کی باز من به کارگران خود حسابات میدیم ملکه خانم؟ و یا قاعده های بازی عوض شده است و ما بیخبر ماندیم؟ چرا از من پنهان کردید؟ پنهان می شود و یا نمی شود این قرار را من میبرم. هرچی به طبع من موافق است همان را میکنم. مادامی که پدرم باید به قتل میرسید چرا مرا خبردار نکردید؟ هیچ نباشد او رو به من میدادید من میکشتم. درد تو حاضر معلوم شد. برای مرگ پدرت خشمگینی یا برای کشنده پدرت؟ برای هر دو هم گوییم می شود. فرض کردیم که در سن جوانیت قاتل پدر شدن را نخواستم. می توانم گویم که گوکمن این کار را از تو دیده خوبتر می کند. با من فشار نیار. فرض می کنیم این را به تو خبر دادن نخواستم. چی فرق دارد؟ بگو با من چی فرق دارد؟ او رو می کشم. گوکمن رو می کشم. با گوکمن تیر می اندازی ملکه؟ بینگر زنده در نزدت ایستادم. پس مرا پران. اگر توانی کسی تو را نمی رسد از اینجا آزادانه برآمده می روی. با این کار جسارت کن. سگی به صاحبش حمله کرده را چیکار میکنند گوکمن؟ شما خوبتر میدانید پیکاس. به دیگر سگهای گرسنه میخورانند گوکمن. بگو با من تو را چیکار کنم ها؟ چی کنم؟ همینجا به سرت تیر اندازم یا با مشخانه محکمت کنم؟ بچه های تاریک پرتایم. شب و روز کسی به دادن میرسیدگی را انتظار میشوی. بگو با تو چیکار کنم؟ چی کنم؟ همین نقلیات مسافرکش به دلم زده است.
راستشو گویم به من لیموزین در کار. لیموزین فهمو؟ آسوده باش، لیموزین لازم نمیشود. ها در اینجا تلویزیون هست. امروز بازی بارسلون و آرسنال با چه تمام شده باشد؟ اوه دوره یکم 1-0 بود. آقا دوستا را سخت زدیم چی؟ ما حالا در ورزشگاهیم. فروخ تو را به طرف راست میپرتاید. رونالدو رو دیدنت لازم. به پیش پرتاب، به پیش گفتم، به پیش. تپ پاس را ای ابله. قسمی یک وقتا خوردت را چقدر تیز فراموش کردی؟ در دست سلاح به دفتر فرماندهت به اجازت در آمدی؟ فراموش کرده باشی به یادت رسانم. به قتل رسانیدن پدرم رو از من پنهان کردن لازم نبود. میفهمید؟ یگان عذرخواهی این قباحت کردت را نمیپوشاند. داغی به ما نهاده را تنها خون پاک بکند ملکه. یا حاضر در اینجا به سرت تیر می اندازم یا قسمی خوردت را به یاد می آری. ما عنایت کرده به تو یک فرصتی دیگر می دهیم. چی میگویی؟ فراموش کرده باشی خاطررسان میکنم. فصل یکم تا ابد به مقصدی بزرگمان خدمتچی صادق خواهم شد. تکرار کن. تا بعد برای مقصدی بزرگمون خدمت صادق خواهم کرد. فصل دوم مقصدی بزرگ را از پدر، مادر، همسر، فرزند، از خون و جان، از قانون بالا میدانم. تکرار کن. مقصدی بزرگ را از پدر و مادر، بله از پدر و مادر، همسر و فرزند بالا خواهم دانست. لبای نشنیدم. تو شنیدی گوگمن؟ مقصدی بزرگ را از پدر و مادر، بلندتر! همسر و فرزند از خون و جانم بالا خواهم دانست. میگویند که سری اسب یک بار پیش پا خورده را نمیبرند. حالا سلاحت را گیر. گیر! به طرفی که نشان گرفتن در کار باشد نشان گیر. در کار باشد به پدرت، در کار باشد به همسرت. این کار در اینجا به آخر میرسد. بار دیگر تکرار نمی شود. فهمیدی میگویم؟ فهمو؟ فهمو. مرکز اطلاعاتی امنیت نام‌های جسدهای همین شهر یافته شده را اعلام کرد. یکی از آنها جنایتکار خیلی خفناک فرخ قردق میباشد. یعنی فرخ را برداشتم؟ اکا میشونن چی میگه؟ از آن توران سویلو که همچون کبوتر شناخته میشد. حالا پلیس از ادامه یافتن این جنایت‌ها اندیشه دارد. شنوندگان گرامی، بعد یک چند لحظه البته دوامش میآید. من قربانی آینده را خیلی خوب میدانم. نوانگوشته خز به نزد تو آمدند. کی آمده است؟ من از کجا دانم؟ کاتیبه تویم مگر؟ رو خودت بین. ای پاسبان ابله، این چی مناسبت است؟ حاضر خسته چنان میزنم که 32 دندانت میشکند. گپ را دراز نکنید، به هر حال روحی آمده است. چی زوری میکنی؟ اینجا خانه آچت است مگر؟ متهم یه روه هیچ آدم نشدی. احتیاط کنید جناب، بیرون سرد است. بیا. ایست. ما با تو کار فرمودیم، از عهده‌اش نبر آمدی؟ گیر این را. این چیست؟ من چی دانم؟ از بیرون روان کردن. دیجیتالین میجیتالین بوده است، چی بوده است؟ با آدم دیهی دلش از کار میمانده است. به یگانیست. از من خبر رو انتظار شد. مایلش. باز میگویم، باز کشاید مرا.
بگشاید مرا. نجیب سردار غیری چشم داشت، هیچ انتظار نبودم. دیدیم که گروه شما به تازگی شروع کرده است. گفتیم بینیم عجب سلامتی نوانگوشت ما چطور؟ خدا نکند میکروب نگیرد و یا پایش نغیژد. من هم کمی پیش از رادیو شنیده بایک شدن بچه ها. اوله هاشون پریشان شده است. همهشون انسان های بدن دوست بودند. از این شبهه نداریم. وطنشون را اونقدر دوست می داشتند که از خود گذشته از عشق وطن به ایست آدم می کشتند. وقتی هر کس و مثل تو بلندی نمی کند، افسوس که برای پنهان شدن حتی کانتینر اخلاط هم نمیابند. حاضر ما با این عکس‌ها نگاه کرده بازی میکنیم. یک سوال میدهیم. دیگران با عکس‌ها نگاه کرده معما را مییابند. نامی بازی چیست میدانی؟ چی بوده است؟ چی بوده است نه، کی بوده است؟ از چه سبب باشد که هر دفعه جوابی درست نوانگوشته میبراید؟ یعنی چی شده است؟ گپ را دراز نکنید. گفتنی هم که همه چیزهای دانستت را با ما نقل میکنی. ما باشیم تو را از اینجا گرفته به جای بیخف میکشانیم و زنده ماندن را تأمین میکنیم. اگر کشتن خواهند در زیر زمین پنهان کنید هم موفق بشوند. حالا در همین جا هم به نظرم که ها یگان کس را روان کردن. از این شبه ندارم. حالا با تو فرصتی اندیشه میدیم. مردن یا زیستن انتخاب کن. چیزهایی میدانستگی هم خیلی ارزشمندن. البته اگر تنها من دانم. وقتی با شما نقل کنم به مثل اخلاط بی قدر بشود. برای ما به این هم همین خیلیه. یعنی گپ زدن نمیخوایی؟ برای شما البته کمی معلومات دهم. زبان پرنده ها را میدانی نجیب؟ زبان حیوانات رو به درجه تو نمیفهمم، اما باز هم یک سنجیم چی؟ اگر تا شنباله گفتنی گپ ها را میدانی، پسران بیلیال را، پسران بیر را. بله شنیدیم. من فهمیدم. این پسران بیر با فکرم یک قبیله است و خلاص دیگر معنی ندارد. ممدو یک دقیقه. بله دوامش. این کار از تخمین های تو دیده جدی تر است نجیب سردار. برای دانستن وضعیت مساعد است. آخر ما یک دین و آیینیم. اول اینکه نامش رو درست مانیم. دینی بر وقت نشسته. از مدنیت پگان کارهای جادوگری و افسانه های میفولوژی حاصل شده یک دین آمیخته است. به این هم درباره این موضوع در دستمان حجت های کافی موجودند. در بین تثبیت هایمان در وقت آیین گذاری و همهایی های افلاس و از اخلاق بیرون هم موجودند. این چطور فهمیشی ذوق عامه باشه؟ خوش اگر با ما گم نزنی پس به کشته نشدن از چه باوری داری؟ دانسته باش که از این تهدید خلاص نمیشوی. نمیتوانم. من برای تگمه فرمان را زیر نکردنم نو انگشته شدم. تو زیر نکرده اما کسی دیگر انگشت تو رو زیر کرده است. یا در دست سیتروز داری یا خیلی خوب واهمه کرده ایستادگی. امیدوارم قرطبازیت به مانند پیشواییت بد نیست. خودت میدانی که اجازه کشادن جسد را من میدیم. از من همین قدر. یعنی پسران بیر. پلیس توی این نجیب اگر جستجو کنی چیزهای عجایب میابی. اگر فکر را عوض کنی ما به عهدمان وفا میکنیم. دینی بر وقت نشستگان گپ زیبا بود است نجیب. هیچ به فکرم نآمده بود. فراموش کردم که گویم نام بر وقت نشسته شما را عوض کردیم ما. بر وقت نشسته از این پس بر وقت شکسته شد. گوی برای چی کار نکنی؟ من پسری دارم 2 ساله. پرستاری ندارد. باور کنید خراجاتش هیچ تمام نمی شود. تنها خراجات پرپیچ به جانم زده است. باور کنید فقط برای او کار میکنم. تو هم زیاد مهنت میکنی ها؟ گوش کن این ماه مبلغ برق زیاد آمدنش ممکن. به این هم در دهه ها برق نیست. تو برق رو بیهوده صرف نکن جورا. زمان بحران اقتصادی است. باز بگویم برای کی کار بکنی؟ من تنها کار میکنم. تنها. معقول نشد. این هم کار شد مگر. نگاه کن جورا.
نگاه کن جرأی زیبا، مرا کشت هم نمیگویم. فعل من همین خیل است، فعلم همین خیل، میفهمی؟ فعلم. آدمی بد نمیمیرد، نزدیکانش میمیرد. چی گفتنت را نفهمیدم. زن حکومت نمرد نگر، حلیمه نمرد نگر. ای گوش کن، زبان تو را میکنم، زبانت را میکنم. تو از کجا میدانی اینها را؟ باز همکارا تیمور هم بود، او هم به نزدیکی مرده بود. باز از نو خاندار شدنی. بینیم کلین نو چی قدر زنده میماند. ممکن حالا نوبت پسرت هم باشد. آخرین بار میپرسم، برای کی کار میکنی؟ گوش کن جرا، مادامی که بسیار اصرار میکنی، به خاطر زیباییت میگویم، برای خلق و وطن کار میکنم، برای وطن، برای پرچم وطن. حالا همین خیر، برای کی کار کردن را نشان میدیم. دوستان محترم، این کارها خیلی آمیخته شد. چقدر که پایان فرایم همانقدر چقور می شود. اینقدر سالها این آدمان در کجا و چطور پنهان شدن؟ یا اینکه ما چطور ندیدیم همه اینها رو؟ آن زمان شرایط مساعدت نمیکرد. سروزیر پیشین را در یاد داری؟ بعد سوء به او کرده شده خواست همین ساختارها را تفتیش کند، اما با این قدر بادل و گرده بودنش از من تا همین جا گفته دست کشید. به هر حال بدبختی آن شخص تنهاییش بود. حتی نزدیکانش یک دانسته، دیگرش ندانسته موافق امرهای این ساختار عمل میکردند. به هر حال میدانستگی ها هم از نمیدانستگی ها فرقی نداشتند. البته این از عقل بیرون است که در تگ زمین اینقدر آدم بسیار باشد و کسی خبر نداشته باشد. با جدا کردن یک سیب پوسیده اینقدر بوی بد پنهان شود. اکنون این قبور بدبو را تیزتر خوش کردن در کار که بعضی ها با بویش دیگران را عادت نکنانند. وقتی وطن و ملت هم گشوده می شود. رانا آمده از من درباره پسرانی بلیال و پسرانی بیر بعضی چیزها را پرسیده بود. بله، کسی به رانا حجت ها را داده گریخت. اول کسی حذف کرده از خیال کردیم، ولی نوانگشته هم همان چیزها را گفت. این که باشد با رانا یک صحبت کنیم، بینیم کنی در حجت های به دست آمده چی است. ممکن یادمش رسد، یگان معلومات به دست آوریم. судия рӯҳиро ногаҳон дастгир карда ва суд карданаш кори хуб нест. این قرار آنها غیر قانونی است. ممدو بینید، معلوم که حالا هم به نوهنگوش خبرکشی کرده ایستاده است. ممدو خавотир нашавед сардорам. аз ҳамин лаҳза иборат ҳамеша аз пасаш мегардем. ҳама корҳои лозимиро мекунем. یعنی که وطنات رو، پرچمات رو، میلتت رو بسیار دوست میداری. بینیم آیا تو را نجات داده میتوانند؟ توف کن گفتن. تو در اینها را بسیار میدانم. وطن، ملت، پرچم میگویند و در فرصت یکم همه را فروخته از پی کارشان میشوند. مادامی که توف کردنم را میخواهی، انا با تو. حالا همین خیر. شما چی خیل جناب؟ خوب نیستم روحی. فکر نمی کردم که این روز به سرمان می آید. ببین در حبسیم. یک وقت ها آدمان را در دار می آویختیم. حالا برای به دار آویختنمان نوبت استاده ایم. کمی پیش در بیرون دادستان و نجیب رو دیدم. بله. تکلیف کردم که پنهانی شاهدی دهم. شما چی گفتید؟ چی میگفتم روحی؟ طبیعی است که قبول نکردم. من مقصد بزرگ سالها خدمت کردم را نمیپرسم.
اما مرا میفروختگی ها را هم عفو نمیکنم. پکاس به شما یاری نرسون مگر؟ احتمال برای در اینجا مرده رفتنم دعا کرده ایستادند، اما سخن آخرینم را هنوز نگفتم روحی. در دستتان ثبت ها و صورت ها دارید مگر؟ چیز مهمتر روزنامه مرد ایون. از راستی می جناب؟ در این روزنامه چی هست میدانی؟ سرهای مخفی 100 سال آخر ترکیه، یعنی سیمای اصلی پیکاس و پیساگور پس پرده بوده. پیساگور؟ بله پیساگور. این روزنامه اهمیت کلان دارد؟ همه تاریخ در درون این روزنامه هست. ساختار 100 ساله تاریخی دولت از تشکیلات مخصوص تا امروز. تو میفهمی با دست پلیس یا روزنامه نگار افتن نه تنها ترکیه بلکه در الاسکا هم جنبش ها بشود. یعنی این مرد ایون همه گذشته تاریکش را در این روزنامه جای کرده است؟ تنها گذشته باشد خوب، حتی نقش راه 2011 هم است. او مثل فالبین آینده را هم نوشته است. این تخم ها سالهای 80 کاشته شده بودند. حالا کاشته همان را میخوندانیم، گفته بودیم که خشک سال آمد و همه کشتمان زرد شده نابود گشت. یعنی چیکار میکنیم؟ رو همش را با پیکاس اینا نقل کن. با کی سر و کار داشتنش را داند. بگو اگر مرا از اینجا نبرارد روزنامه را با پلیس و یا خبرنگاران میدهم. مقصدی بزرگمان چی میشود؟ روحی این مقصدی بزرگ از جانم قیمتر نیکو. رو چیزی گفتم اون را کن. خوب شد از جناب. توف کن با این پرچم، توف کن. بعد هر کس با کار خود. مرا گرفته به اینجا آوردید. چیزی نگفتمتان. با بخش کنجم داده طاقت کردم. اما برادر با پرچم توف کن میگویی. من مرگ را انتخاب میکنم. بسیار کلانگاتی نکن. میخواهی به تو یک چیز را گویم. این پرچم کفنی هم سرم شد، کفنی هم سرم. این پرچم یک لطه پاره نه، پاره از خون و جان شهیدان است. تو مرا مجبور میسازی که بر روی شهیدان توف کنم. تو فکر میکنی که من خائن و بیشرفم؟ همین خیل من خائن و وطن فروش نیستم. من تنها مرگ را انتخاب میکنم. مرگ را. باز باید تو گفتنیم که با پیکاس بگو اگر یکی را کمی شناخته باشد داند که دوباره به دامش نمیافتم. پیکاسات کی نمیشناسم. آدمی که حالا ما را توسط کامیرا تماشا دارد. این آدم در حقیقت جسور است. میبینی گوگمن حیات چقدر بیرحم. بعضی ها به مانند ستاره ها درخشان و بعضی ها به مانند شمع آب شده خاموش میشوند. من اجازت میخواهم. بخیر است. شوهر آیندت را پرتافته کجا میروی؟ حلوای پدری مرحومم رو تقسیم کردن لازم. خیر تا بازدید. گوش کنید برایتون چی میخونم. با دقت گوش کنید. سالهای 7000 پیش از میلاد مدنیت انسانیت خیلی ترقی کرده بود. آدمون طرز اداره کردن اقلیم ها را میدانستند. بدتر در بینشان جدایی ها سر می شود. قسمی نیکی آنها را پسران بیر و در طرف بدبودگان را باشد پسران بلیال می نامیدند و جنگ آغاز می یابد. در این جنگ تکنیکای جادویی بسیار استفاده می شود. در نزدیکی های انجام این جنگ توازن دنیا ویران می شود. در این وقت پیش از فلاکت از هر دو طرف قسمی از آدمان گریخته پادشاهی زیر زمینی را برپا می کنند. آدمانی از پسران بیر بوده را آگارد و از پسران بلیال باشد شنباله پیدا می شود. مایلا شو حالا تمام اینها با بروقت نشسته چه علاقه دارد؟ هرچند جمعیت رشد میکنند و طلبات ها دیگر میشوند، آدم باز هم در بند خرافات میماند. باطن انسان به هر گونه اسطوره هایی که خودش ایجاد کرده است باور میکند و اعتقاد دارد و جاذبه های خرافاتی میل میکند. خدا خودش میداند که این رسم آیین ها و جاده های شمنی ساخته خودی مردم است. بله
боз калисое ҳаст. онро ҳам ёфтам. ақидаҳояшонро таҳти номи калисои наҷоти туркӣ паҳн мекарданд. миссионери муҷодила. худашон писарони равшанӣ, мо бошем писарони торикӣ будаем. сардорам, оинҳои пинҳонӣ ҳам тартиб медоданд. сардорашон севим гуфтанизанӣ будааст. нигоҳ кун раъно, вақте оинҳои пинҳонӣ гуфтана чашмонат медурахшанд, боз фикри бо онҳо ҳамроҳ шуданро накунӣ. вау, мемдук, олиҷанобӣ. ин фикрҳои олиҷаноб ба хотирам ҳеҷ наомада буд. инҳо хабарҳои муҳташам, бомба. муҳтарам додситон, танҳо дар матни ба ман омада як чизи аҷоиби дигар ҳам ҳаст. дар ин ҷо гуфта шудааст ки хабарнигори рафиқи ба қаср бурда шудаамро дар бобати боки вохӯрданаш ва зани ҷинояткор мозартро ҳам бикобам. мо дар ин масъала аввал асноде надоштем. мо ҳамчунин намедонистем ки маркази омода сохтану ба сӯи худ ҷалб намудани одамони содда дар куҷост. маркази онҳоро ёфтан аз ин сабаб мушкил буд ки онҳо дар тахонаҳо ва зери замин бунгоҳ сохта истифода мекарданд. дар ин кор дасти олимони бонуфус, ҳатто профессорҳо ҳам ҳаст ки ин бесабаб нест. ин ҷиноятро дар газетаҳо чоп кардан мушкил аст. ҳама инро чӣ тавр мекунем, ман тамоман намефаҳмам. одамонро ба инҳо бовар кунондан ҳам мушкил. нигоҳ кун ба монанди филми тасвирӣ. думи 18-ро ба даст овардем, сардорам. сараш мондааст. мо корамонро хуб кунем бас аст. ҳама ҳақиқатро хоҳад дид. тамоми дунё ҳамин гладио гуфтани сохторро тавсия дод. мо мондему халос. ифлосие намонд ки аз зери инҳо набаромада бошад. ин разолатро бубин. дунё дар ин меҳвари сохтаи онҳо гӯё чун чандбари оташ аст. ин даъвои онҳо барои ба даст овардани ҳокимият, давлат ва афкори мардум аст. дигар мақсад надоранд ки шумо инро бояд донед. ту ҳама ин маълумотро аз куҷо ёфтӣ? ҳеҷ, ҷустуҷӯ кардам. раъно, хабарнигорон манбаи хабарашонро намегӯянд, мемдук, фаҳмидӣ? раъно, илтимос, инҳо бисёр муҳиманд. ба қадри ба равиши даъво таъсир мерасондагӣ. як шахси маҳзуб намо меорад. ин хел ки бошад, мо бояд онҳоро дастгир кунем. яъне шахсоне ки инҳоро ифшо кардан мехоҳанд ҳастанд. сардорам, фардо як гурӯҳи махсус тартиб дода, дар як муддати кӯтоҳ дастгираш мекунем. чӣ хел дастгириҳо манбаи хабари мананд? раъно. хуб. дер монда истодам. рӯбоҳи макор. аз куҷо фаҳмидӣ? аз пайи захми дасти одамат. бештар бо ту дида будам. чаро барвақттар нагуфтӣ? саломат бошӣ. ту ҳам саломат бош. мехостам чӣ қадар қавӣ буданамро бидонӣ. мард будаӣ. имшаб таълим шурӯъ мешавад. баъди анҷомаш ба гирифтани мероси падару бобоят тайёр шав. албатта. апа, каме дигар палов мумкин? ҳозир мемду. кам кор, кам. шикам мекунӣ. мингар акнун дар касбамон ишкамкалонҳо проблема ба ҳисоб мераванд. ака юсуф, ту ҳам мехоҳӣ? боз каме дигар. хуш, юсуф, кане нақл кун. мактаб чӣ хел? он қадар хуб не, акай Наҷиб. барои чӣ? масъалаи моддӣ. баъди сари бобоям танҳоӣ мушкил. мегӯям ки донишгоҳро партофта ягон кор ёбам. ин чӣ хел мешавад? ту ҳам ба мо мисли фарзандамон ҳастӣ. ҳисоб кун ки мо ин гуфтаҳоятро нашунидем. ин ҷо мо барои ду фарзанд ба монанди ту хонангуфта як ҷаҳон заҳмат мекашем. мехоҳем ки онҳо ба мисли ту шаванд. ҳаёт мушкил аст, бепулӣ ҳам бад. сардорам ба ту идрорпулӣ медиҳад, ҳамчунин нимбас кор ҳам меёбад. дар ҳар ду идора кор мекунӣ. хеле хуб мешавад. ман мекушоям. ҳам донишгоҳ, ҳам кор мушкил намешавад. дар назди раъно кор мекунӣ. ёрдам чияш шуда? ба худо офарин ба шумо. ин фикри хуб. рости ба ҷонат мезанад, аммо шумо мешавад гӯед? мешавад. дада, акаеги дар куҷост? дар куҷои кор ёфтааст? ба таълим равон карданду дигару дигар. умуман намедонам.
بینید کی آمده است. ملیکا خدا رحمت کند ملیکا. فاتح جان خوش هم آمده آمده خوش است. باشید. خدا رحمت کند مکانش جنت شود. آمین. تشکر. بیو ملیکا بیو. سلام اپای ملیکا. اشتهایتان. تشکر. از نزدیکی جانت گذارد خوب. انشالله هیزم جهنم می شود. چرا خشمگین شدی؟ اینقدر آتش افروختن آسان نیست. ما هم درباره یگید صحبت میکردیم. کار یافته است همین خیل؟ بله، اول 1 ماه گفته بود اما بعد 1 هفته برمیگشته است. انا این رو بینجا نگاه. در نبودنش من فاتح رو نگاه بین میکنم. به شما هم گفته بود یا نه نمیدانم. رویشو میدیدگی جنتی است. که دیدیم او رو که یگان چیز گوید؟ یگید به من تکلیف اویل دوری رو کرد. چی؟ تو جدی میگی؟ این خبری خیلی خوب. چی جواب دادی؟ بله گفتم. به نزدیکی توی داریم. در نوبت اول اداره کردن خشم بی اندازت را بیاموز. چیزی که نشود به خود حاکم شده به عصبهای قوی صاحب میشوی. پرتوقت میشوی. هیچ یک شکنجه و یا ظلم کلید دهانت را نمیکشاید. به این هم این برای تو مشکل نیست. کیو چی بودنت را معلوم نمی کنی. شخصیت اصلیت را از زن و فرزند، از دوستان، از همه پنهان می کنی. حتی خودت هم کی بودنت را فراموش می کنی. تعقیب کردن کاری اساسی ما. به هر صورت تا نزدیکی دشمنمان در آمدن را می آموزی. بعد انجام کار تماما شخص دیگر می شوی. این دوباره به دنیا آمدنت. یگید گندوزل سرسپرده برای وطن به مردن آماده. ببخش که به جنازه پدرت آمده نتوانستم. بله پگاه برمیگردم. خوب تا دیدن. خوش باش. معذرت میخواهم. تو خیلی زیبا شده ای. بینگر اهمیت نداده بودم. ملکه تو را اگر بیند باری دیگر عاشق می شود. از این پس جای کارت همینجا. کارگران با مدیر نوشان مراغ ظاهر میکنند. بیا تو را شناس کنم. خوش آمدید. مرحمت. تشکر. خوش باشید. شناس شوید. مدیر کل نوی شرکت یگید بای. این کس یاردمچیتان کمال بای. ممنونم. من هم. کاتبات الماس خانم. ممنون شدم جناب. یگان درخواستتون شود گوید بس. من هم خیلی ممنونم. تشکر. بیا با درون گذاریم.
چکل دفترت به تو معقول شد؟ کنی در جایتشین یک بینیم؟ از این پس تو جناب یگیتی. تشکر. بسیار عالی است. ها، این کلیدهای ماشینی نود. کسی پرسد ماشینی شرکت میگویی؟ سمید گرم خرید. سمید گرید. سمید. چی شد نیازی؟ درد من تو با تو گذشت؟ خانم یکون چیزی میخواستید؟ یک تو گرمش رو دهید؟ خوش آمدی. تشکر. میدونی نیازی با تو این کار خیلی میزیبد. با فکرم خودت را جیمز بوندیز کردی همین طور نه؟ گیر برای کار. خوش آمدی. بدیل زد کو. سمید گرم. یک هفته شد از تابیدن میلیون کار کردی. یک مردی دست و پایت در جایش کار کنی نمیشود. آی خواهر سایگی نکن رو از اینجا. توبه. تشکر. دیویدی سیدی هست. دیویدی سیدی هست. دیویدی. آها بالا پیشگی خبر نداده به جای فوجی هم میآید. ممدو یگان رفت آمد هست؟ ها سردارم دردی سرمون آمد به طرف شما روانش میکنم. چیکار میکنی به طرف من روان نکن. خوب نظارت کنید. پروا نکنید سردار دیر یا زود به دستمون میافتد. سلام. سلام علیکم. شما فیلمی اره 4 رو دارید؟ نه نیست رنده 2 است. همراه آن میخی 100 هم میدهیم. چند تا میخواهید؟ تو با جای فیلم فروشی به نوار گیر. از تو مسخره بازی خوب میبروید. با شارلو هم مانندی داری. این خیلی که باشد یگون فیلمی دهشتناک داری. فیلمی عاشقی دارم. حالا با فروش نبرآمده است. موضوعش چی بوده است؟ عشق یک مفتش کمیته امنیت. نمیخواهم فیلمی بمانی. یگون دراما میخواستم. همون میبینم که خودتون دراما شده جناب. با خدا. سردار با فکرم شخصی شبهاناک آمد. با ما سیمی دیه. ماکی با من یک سیمی دیه. اما نیازی به هیچ وجه از نظر گم نکنید. باشه ها کنی با پیشی محترتون روید. هیچ نگردید روید. سلاح دارد روید تسته. با دقت باشید در گرد اطراف شهروندان هستند. یک هفته شد که یک کس رو دستگیر کرده نمیتوانید. خدایا خداوندا. ممدو شخص شبهناک به نظر آمده ایستاده است. سردارم تکرار کنید غوغا بسیار است. ممدو شخص شبهناک به نظر آمده ایستاده است. ممدو با تو گفته ایستادن. رانو خدایا توبه. لبای سردارم چی گفتید نفهمیدم. ایست رانو یک طرف ایست. او را داره. ایست پلیس. با زمین نجوم. با زمین. من چیکار کردم؟ چی بدی کردم؟ با زمین. مرا میداره. با زمین. هر ده. من بیلالم نمیشناسید مگر؟ بیلال؟ سردارم بانگ خطر خطاست. شخص شبهناک بیلال خودمون بوده است. ای رویت سفید نیازی. نخواد همین خیلی تعقیب کننده. توبه کردم توبه. تو چی مگر بیلال رو نمیشناسی؟ از زیدی ترور آخر امروز برای یاریمون برای زمان آمدگی بود. با خدا تماما تغییر یافته است. او را نشناختم. ممدو انا آدم شبهناک در اونجاست. بچه ها زود باشه. زودتر. ایست پلیس. نگورز پلیس تسلیم شو. زودتر. پلیس. ایست نجوم. گذر. چور کردم من چی گناه دارم؟ چرا مرا میدارید؟ گپ نزن. این خیلی که باشد برای چی من میگوریز؟ برای خود رفته ایستادم. زود راه من گرد. به گناه هم آخه چی رفتیم. نخواهید از من؟
زود باش. من گناه ندارم، کجا میبرد مرا آخر؟ نگاه کن دیدی؟ برای در وقتی نبودنم به او مادری کردنت هزار تشکر ملیکا. ایگیت تو مگر پگاه نمی اومدی؟ آخر باید پگاه می اومدی. خواستم یک ارمغان کنم. خوش چخل باشد شیری نری من، پسری زیبایی من. کوبیا اپای ملکت را غم ندادی ها؟ شیری من تو هم البته حقی، اما مرد نباید گریه کند، امی خیلی؟ یکی تو تماما دیگر شده ای. مگر بد است؟ نه تماما برعکس. همه چیز را برای تو میکنم، برای تو و پسرم. ببخش تو رو یک بار انتظار نبودم، حیران شدم. برای من این غیر چشم داشت بود. حالا این هیچ گپ نه. فاتحه تو اینجا با ابرو اپادمان ملش خوب؟ جانی پدر بیا رفتیم. با کجا؟ گفتم که این حالا نخودی گپ. رفتیم. ماشینت کجاست؟ شرکت ماشینی نو داد. واه، یعنی ماشینی نوت همین. تبریک. ماشین رامان با من دقت ده، در نزد مدیر کل جنابی گیدی ساده است. مرحمت. حالا هم با من نمیگوی که با کجا میرویم؟ وگر نمیکفم. کمی دیگر صبر کن. برای چی آن حجت ها رو برنامه دادی؟ آن را از کجا یافتی؟ یعنی که هیچ چیز نمیگویی. گوش کن جوره، این حیله ها را یک طرف مون. از افتاد معلوم که چیزی را پنهان میکنی. از همه خوبش همش را نقل کن و ما را هم از این غم رها کن. گوش کن، تو را چونان میزنم که خر بر این هنگاس میزنی. از جای بعد یک تپانچه کلام بر آمد، باز پیشتر زندان شده ای. این هم معنای آدم خوب نبودنت رو دارد. کیستی؟ چیستی؟ گبزن! خوش یگان چیز نقل کرد؟ با مانند سگی سرمخ خورده آوازش نمی براید. حتی دهانش رو نکشد. از سلا یگان چیز بر آمد؟ تازه واهمه امان بیهوده بوده است. معلوم که تو را کسی روان کرده است. این عادت آن خواست. تو بازی چه کی باشی عجبا؟ نام من نجیب علمز باشد، من دست این بازیچه داشته را میابم. شنیدی مرا؟ در آخر چیزی که باشد حتما میابم.
مگر پلیس دام گذاشته است. محضوب ما را داشتند. تو را دیدند؟ نه کسی ندید. اما معلوم که پلیس کار را سخت گرفته است. من با محضوب باوری دارم. او با پلیس چیزی نمیگوید. بر وقت نشینان شناسم بعد می شود. یک ایلاج کرده از پلیس آدممان را آزاد کن. با عوض چی؟ هالدون، کبوتر و فرخ را با فرمانی که به قتل رساندند بگو. با آنها نام پیکاس را ده. نشانیش را هم گوی. مذهب را بگیر. آنها با این خیل شرط ها راضی می شوند. لقمه کلان را مانده کی به لقمه خورد دست می زند. لازم شود کی بودن ما را اشاره کن. از قفای این کار بودن ما را حس کنند. اما از حد نگذران. خوب شده جناب. حاضر زنگ میزنم. این کته چیست؟ شما کی؟ با کی کار دارید؟ نجیب علماس. نجیب سردار. با عوض آدمی در دست بوده درباره بر وقت نشینان معلومات مهم خواهیم داد. تو کیستی؟ در سربند آمر لیوا میخوریم. بعد 1 ساعت باور کن با عوض ماهی خورد ماهی کلان با عوض آدممان معلومات های مهم. این سعید را از دست نده. خیلی خوب. من با گفته های شما راضی هستم. کی زنگ زد سردار؟ همراهانت زنگ زدن. از برای تو شرط ماندن. معلومات میدادن. معلوم می شود که برای کسی شخص خیلی مهم هستی. چی یعنی این آدم رو رها میکنیم سردار؟ درباره بر وقت نشین معلومات میدادن. بالیستیکای سلاح هم تازه برآمد. او را زیاد داشته نمیتوانیم. دیر یا زود به این هم رها می شود. میمدو به فکرم رفته یک سنجیم. ممکن یگان روی حل مشکل رو یابیم. من با دادستان مسئله رو عرض میکنم. تو در پایان تیار خوب شده سردار. بفرمایید. هیچ چیز رو نمیفهمم. یکی اینجا کجاست؟ کمی صبر کن جانم. کم ماند. بیا با من. مرحمت. یگید از برای خدا بگو. نگاه کن. مرا با اینجا برای چی آوردی؟ این خانه نوی ما. خانه ما؟ بله، خانه نومان. من، تو و فاتح اکنون در اینجا زندگی میکنیم. چیل مگر اشیای خانه زیبا نیست؟ در بیرون پیشایون هم هست. هر صبح در آنجا قهوه می نوشیم. مثل کوهستان هوای تازه دارد. مگر به تو معقول نشد؟ یگید ما کمی سروسیما شده ایستاده‌ایم. نمیفهمم این چی معنی دارد؟ یعنی نمیدونم. دیروز یک چیز امروز دیگر چیز. فکر اویله داری برایم خیلی حتی نمیفهمم. من هم بسیار میخواهم. نمیفهمم مسئله در چیست؟ تمامی حیاتم تنها زیستم. فکری با کسی زیستن با من کمی. گوش کن ملیکه، اگر با من چیزی گفتنی باشی و نگویی تو را اصلا نمیبخشم. یگان سری پنهانی داری؟ البته نه. این خیلی برای من آسان نیست. کتاب عشق را ورق نمیزنم و دیگر به کسی دل نمیبندم گفته بودم. بعد تو پیدا شدی. همه چیز تغییر یافت. نمیدانم به تو چه خیل فهمانم. اویله دار شده خوشبخت میشویم. دیگر راهش نیست. جای اندیشه هم نیست ملیکه. یگید التماس با من فشار نیار.
اگر در دلت کمی شبهه باشد حالا همینجا کار رو تمام میکنیم. هر کس برای خود میرود، قسمت میگوییم و فراموش میکنیم. برای تو فراموش کردن همینقدر آسان است؟ اگر تو نخواهی من هیچ کار کردن نمیتونم. یگیت میخواهم اما کمی به وقت احتیاج دارم، نمیفهمی؟ نمیشود. من دیگر انتظار شده نمیتوانم. از تو آخرین بار میپرسم، ها یا نه، یا تمام یا دوام. به این چی میگویی؟ مقصد بزرگ را از پدر، مادر، از فرزند، از خون و جانم بالا خواهم دانست. لبی لبی به نزدم آمده میتوانی با تو مسئله را گپ زدنم در کار. خب حالا میآیم. ملکه زود وا خوردنمان در کار. فهمو میآیم. بله به کارخانه رفتنم لازم. من هم باید به باغچه برگردم. یکی از کودکان بیمار شده است. بیا تو را هم میبرم. یگیت اگر امیدت رو شکسته باشم ببخش. بعد گپ بزنیم. رفتیم. سردارم برای این موضوع تمام امنیت رو با پا خیزاند. انشالله سبب خوبی داری. باز تنها آمده ای؟ تنهایی صفت خداست نجیب سردار. همه امون رو بیننده و نگه دارنده تنها اوست. کنی فهمان این ایکتیش چی بوده است؟ قهرمانی بینام. معلوم نیست مگر. برای کی کار میکنید؟ در یک صفیم با یک وطن و یک پرچم خدمت میکنیم. مثل شما. میبخشی یا افسانه ها رو بسیار شنیدم. دولت یک کمیته امنیت دارد که آن هم از روی قانون ما هستیم. وقتی با بروقت نشینان سر و کار گرفتن باز شما در بین ندارید. خوش به حالشون. آنها هم برای ترکیه مستقل خدمت میکردند. فرق بین شما و آنها را ما از کجا باید دانیم؟ بروقت نشینان سه مقصد دارند. یکم شهروندان را ضد هم شورانیده همیشه یک فضای متشنج برپا کردن. دویم همه گونه راه ها را استفاده نموده هم فکری ملت را خراب کردن. و سیوم از همه مهم این گروه خود را وطن دوست نشان داده در اصل خدمت بیگانه ها را میکنند. اینها را ما هم میدانیم. یگان چیزی نمیدانستگی ما رو بگو. پیکاس آها پسرم بیا. بنشین. بخیر است؟
با تو بعضی شخصان را محاکمه کردنم لازم. گیر میوه گیر. نه نمیخواهم تشکر. جناب روحی گفتنی آدم شما را دیدن میخواسته است. مهم بوده است. روحی؟ ها خوش بگو بیاید. خوب شده است. مرحمت. روحی در بیرونی؟ رئیست چی خیل؟ رئیس من خوب است. امروز یا فردا همه چیز به حال اولم برمیگردد. موش به کو خشم کرده است کو را خبری نیست. شما پیش از توی نقاره ننوازید و خرسند هم نشوید. شما نام مرد ایوه را شنیدید؟ او روزنامه دارد که در آن چیزهای نوشته شده است که اگر شما خوانید از زندگی دلسرد میگردید. مردیون؟ روزنامه پدرم در دست این پری چیکار میکنه؟ پروا نکن یگید. این خیلی روزنامه نیست. همه سفسطه‌های نو انگشته او همیشه واهمه میکند. مادامی که او با ما گپی داشته است ما هم با او یک چیز روان میکنیم یگید. البته با جان و دل. در خورده فیلمی را تماشا کرده بودم. باور میکنی سالها دوامش را انتظار شدم نشان ندادند. دوامش قسمتی من بوده است. خیلی عجیب. نام فیلم چی بود؟ مکتوب خونین. مکتوب خونین. این پکه از کیست؟ بروقت نشینان یک سرداری با نو انگشته در یک رتبه بوده دارند. ستاره اش هر روز درخشانتر می شود. 3 آدم دارد. شخصیت های اصلیشان را هنوز نمیدانیم، اما لقبهایشان سایه، اتنا و مارس. اتنا یک ماه پیش به ساعت دور و دراز رفت. از کجا میدونی؟ چون که ما او را گسیل کردیم. آنقدر خود باور نباش. شما کیت؟ ما وطن دوستداران زیر زمین رفته ایم. باور کن یک زمانی میرسد و شخصیت اصلی همان را میفهمی. خدایا این چی دولت؟ اهالی زیر زمین از اهالی بالا هم زیادتر. یک روز بر وقت نشین میبراید، روز دیگر وطن دوستانش جای پاماندن نیست. همه آمیخته شده است. نگاه کن ما آدمان قانونیم. کار غیر قانونی داشته باشید از طرف ما حتما تعقیب خواهید شد. اگر بیرون از قانون باشید وطن دوستیتان فایده ندارد. شما خواطر نشوید. محضوب رو گیرم ممکن و از آن توست. لабай сардорам. вохӯриро гузарондем. маъзубро метавонӣ биёрӣ. фаҳмо сардорам. бале ҳамаш дар инҷост. барвақтнишинон барои соли 2011 тайёрии зиёду корҳои зиёд карда истодаанд. ба ҳама чиз омода бошед. дар айни ҳол ҳадафи асосияшон шумоед. ту аз мо хавотир набош. мо ҷонамонро кайҳо таслим кардаем. ман туро шинохтам. ту барои таслими фаррух занг зада будӣ. номам собит. аз истоданат маълум. номам наҷиб. ایستر شما چی کار کردن؟ شما چی کار میکنید؟ ایستر التماس میکنم نکنید آخر نکنید. چی کار میکنه شما؟ التماس به نشان رسید. مادامی که سردارت 9 انگشت دارد تو هم باید به او صادق بودنت را نشان دهی. التماس میکنم نکنید آخر التماس کار میکنم. یک چیز را انیق نکردیم. دستی راست بود یا دستی چپ؟ خیر به فکرم این چندان مهم نیست. نکنید آخر انگشتم
خب زیر کن تا خونش من شود. اما از کمی خون نمیموری. مکتوبمان همین است یگید؟ نه. حالا سردارش این انگشت را گیرد، دوامش را خودش میفهمد. شوخیات خیلی عجایب بودند. سرکمیسر روحیро то тавонистем таъқиб кардем. Як вақт аз чашм гум кардем. Вақте ки бори дуюм ёфтем, бинем ангушташро капеш. таъқибро давом де. Аспай кор. Итоа. масъалаи рӯҳӣ? бале сардорам. баъди аз ҳабсхона баромадан муддате гум шудааст. вақте ки ёфт шуд, як дасташ докапеч будааст. ба фикрам як ангушташро буридаанд. хуш, чӣ гуфтаанд? одам ва дӯстдоштааш монанд мешавад. аҷаб бо инро кӣ кард? маълум ки ин мактубест. ангушти ноҳангуштаро касе бурида бошад, рӯҳиро ҳам ӯ буридагист. хуб, ин масъала асту. аҷабо дар дасти ноҳангушта чӣ бошада? бо пикас гап задӣ? нақл кун, ба ту чӣ гуфт? ба шумо мактуб фиристодам. ин чист рӯҳӣ? марҳамат, ана ин мактуб аст. ҳамааш ҳамин? гапзан рӯҳӣ, девона накун маро. чӣ гуфт? гуфт ки ин ангуштро гирифта он тарафашро худаш медонад. чӣ хел? рӯзномаи мард ивин дар дасташ будааст, нагуфтӣ магар? ба полис медодааст ӯро? чӣ хел аҳамият надодааст? чӣ хел? ой, занозанӣ карданӣ бошед, дар дигар ҷо кунед. инҷо ҷои занозанӣ нест. аниқ нақшаҳои дигар дорам рӯҳӣ. боварӣ дорам маро мекушанд. барои ҳамин рӯзномаро ту мегирӣ, ба ман меорӣ. он вақт маҷбур мешаванд ки бо мо дар сари як биндишанд. агар ба ман ягон воқеа шавад, ҳамонро ба полис медиҳӣ. фаҳмидӣ? ҳар чӣ ки шумо фармоед. ба фикр фурӯ рафтӣ? фарзанд асрори падар аст мегӯянд. аммо падарам барои ман тамоман асрор аст. чашматро кушо. асрори ӯ туӣ. کاش او را می شناختم. هیچ نباشد چند لحظه از او خاطره می داشتم. مسئله روزنامه سرت را ویران نکند. نو انگشته واهمه می کند. اگر نکند چی؟ فکر به سر آدم بیاید همیشه اذیتش می دهد. اهمیت نده. خانه را به ملکه نشان دادنت را به من نقل کن. نشان دادم. چندان به هیجان نآمد. دختر ناز دارد. به فکرت در این روزنامه چی ها نوشته شدند؟ باوری دارم درباره تو فرزند یگانش و مشکلی های دوری را می نوشت. یگید به گذشته صلوات کاری ما در آینده. پدرت گذشته را نوشته باشد هم شخصی آینده را می نوشتگی تویی. هیچ گپ نه. من برآمده کمی عصبم را آرام میکنم. خوش باش. شما مرا جیغ زدید؟ بله، وضعیت مهمی هست. نوح انگشته آتش را میتیزاند. این روحی را تعقیب کن. شخصی به روزنامه میرسیدگی تنها اوست. خوب شده است جنابم. ملکه را از خودت دور نکن. با تو رود. روحی بعد از حبسخانه برآمدن به خانه زرد رفته است. چرا غمگینی؟
با شوهر جنجال کردیم اگر گپ زن. ба ман шавҳарат нагӯй, фаҳмидӣ? вагарна ғамам расту мебарорам. бовар карда наметавонам. бо касе ки дӯсташ намедорам дар як хона меистам, боз ҳамчун завҷааш. мумкин бо мурури замон дӯсташ дорӣ. ин қадар ғамгин нашав. рӯҳӣ баромад. аз пасаш касе ҳаст? каме интизор мешавем ки моро набинанд. маълум ки аз рӯзнома ҳам каси дигар хабардор аст. лабай занак. бале, камтар дер мемонам. малай, шумо хӯред. кӯдаконро ба ҷои ман бусакун. о, наҷиб сардор, кадом шамол парронд? шамолҳои зеризаминӣ додарам, аҳмад. ту чӣ ҳол дорӣ? ҳамеша дуогӯи шумоем. ба хайр аст? каме корам аст. маълум ки коратон зиёд аст. як чой биёрам? хуб мешавад. بسیاری محترم، امروز کاری مهمی رخ داد. نوانگشته توسط روزنامه نردبان به پلیس تهدید کرده است. من حیرانم روزنامه نردبان چخیل به دستش افتاده باشد. این روزنامه پیش از نوانگشته به دست ما می رسید. با مرد ایونت تاریخ دیرینه داریم قراخان. با کسب ما زید باشد هم عادت نوشتنش را هیچ ترک نکرد. تنها واقعه های گذشته رو نه، بلکه پیشگویی های بافتش رو هم بر روزنامهش می نوشت. در دست آدمان بودن این گونه روزنامه به ما خلل می رساند. میفهمم محترم پیسگور. از همه بدش نقشه دور و دراز تیار کردمان محو می شود. نقشه؟ یک رفیق به صفمان در آمده. حالا این قدردانی بسنده. هممون درباره یکدیگر چقدر معلومات کم داشته باشیم همان قدر خوب می شود. معلومات معنای بالا را دارد. هر چی فرموید جناب. تو چی اسرار داری پدر؟ کی هستی؟ به مرگ تو اکنون شبهه میکنم پدر. زنده باشی برا، مرده باشی گریبانم را رها کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا نوزم بالله. شمایید سرکمیسر؟ دستت را گیر. در این نیمه شبی در قبرستان واخوردن از کجا به سرتون آمد؟ باز لباسهایتون رو عوض کردید. تو یا بسم الله. خیری ترسانچک. یوسف خیری، برادر خیری. آدمی کلان شده یا حالا هم از قبرستان میترسی ها برادر؟ از مرده ها نه، از زنده ها باید ترسید. از زنده ها. این خیلی نگوید سرکمیسر. من از مرده ها میترسم. خیری، با تو چی شده است؟ تو رو جین زده است مگر؟ در اصل یک بار دیگر زنت تو رو درست میشوی، خیلی درست میشوی. شناسنامه رو آوردی؟ آوردم. کو با من بده.
ба худо ки дар ин нимшабӣ то иҷозатномаи ба ҳабсхона даромаданро гирифтам ки ҷонам баромад. خاموش باش خیری گپ نزن. تو مادرت را آخرین بار کی خندانده بودی؟ مگر درست است باز قلبکی نباشد؟ не ин хел нагӯед. бо ин шиноснома шумо сардори ташкилоти байналмилалӣ ҳам мешавед. лекин шумо бо ин шиноснома чӣ кор карданед? نوحنگوشته را زیارت میکنم خیری. нӯҳангушта чӣ тавр зиёрат мекунед? خیری تمام خیری این یک مسئله شخصی. چی با او بسبب فشار نمیارید همین خیلی؟ باز چی؟ گفتم کو مسئله شخصی. اکنون راه گرد. ایستید سرکمیسر، مرا هم با خود میبرید؟ نه خیری، تو اینجا میمانی و تو را اینجا جین میزند، فهمیدی؟ جین ها میزنند. یک دقیقه سرکمیسر، من اینجا مانده نمیخوام سرکمیسر. تا به نزد حاکم رسیدنش فرمان از بین بردن نوحنگوشته را داده بودم. اسلوبمان به مثل پیشتر به نقصان عمل نمی کند. کمبودی ها داریم، اینها را می دانم. اما در موضوع نوحنگوشته فورا نتیجه می خواهم. بله قراخان، تو در این موضوع چی فکر داری؟ با فکرم در بابت راه حل مشکلات قراری بهترین را شما می دهید جناب. چه شد؟ از چهره‌ات معلوم که خبری بد است. از محبس خبر آمد. نوحنگوشته به پلیس ما را فروختنی است. شاهدی پنهانی می شده است. همین خیل باید میشد. نوحنگوشته را طوری کنید که به همه شاهدان پنهانی بر وقت نشین عبرت شود. من در حال با پاسبان و آدم خودمان وا میخورم. کار را همین شب تمام کنند. با اجازت شما. соли 1984 барои муҷодала бар зидди асала ба хориҷа рафтааст. соли 1990 ба қисми махсуси зудаман дохил шудааст. соли 1994 ҳамчун тарбиятгар дар артиши афғонистон кор кардааст. 1998 аз ҳама вазифаҳои ҳукуматиаш истеъфо додааст. гуфта менависад. дарс тайёр. марҳамат. моҳтарам додчитон, шумо инҷо чӣ кор мекунед? ба шӯъбаи полис рафта будам. гуфтанд ки ту ин ҷои. омадам ки туро гирифта барам. ба ҳабсхона ба пурсиши нӯҳангушт меравем. дар ин соат? бале. با مشاوری محترم واخوردم. دیر هم باشد مشغول شدنمان را میخواهد. همه چیز تیار. ما را انتظار است. مسئله چیست؟ نوحنگوش را جان شیرینی کرده است. پنهانی شاهدی دادن میخواهد. آن این خبری خوش. در حال میرویم آقای دادستان. سرکمیسر ممدو روحی به درون جنگل در آمد. خب سراغ رو ده من در حال میآیم. سرکمیسر جنگل گفتم من. در این جنگل کلان از کجا میابیم او را؟ برادر جنگل گفتی او. این جنگل در آمدگاه ندارد. از کجا در آمدی؟ البته جای معینی داشتگیست. کو نقل کن. فهمو سرکمیسر. با من گوش کنید. اول چاره این پلیس رو دیدن در کار. پلیس بودنش رو از کجا میدونی؟ تجربه هم میگوید. مثل این چند تایش رو محو کردیم. یک پلیس پیش روی ما رو نمیگیرد. با جز شوهری آینده. باز سر کردی.
و مثل بابایت پدرت هم در разведка کار میکرد. پدرت برای کشودن راه دولت یک تشکیلات نو تأسیس داد. اکنون ما کوشش تطبیق این قایه ها را داریم. با پدرت چقدر که فخر کنی باز هم کم است. اکنون پرچم را افراختن نوبت توست. اوف. خیره تو با کجا؟ ماشین در حقیقت زیبا بوده است. وای آقای ادوکات، چی سرکمیسر یکم کاری بد نمیکنیم همینطور؟ گفتم که یک مسئله شخصی، یک چیز را میپرسم و برمیگردم. مالش تو آسوده باش خیره. بیا شین به ماشین. خوب برای کار. من ادوکات یعقوب سیحان. تشکر به شما. مرحمت. انا جناب با شما چای تلخ آوردم. نوش جان. سلامت باشید جسور. طعمش چی خیل؟ بغایت خوب. نو انگشته زیارتچیانت نه شب کم میشوند نه روز. خیز رفتیم. کی آمده است؟ ادوکات. در این ساعت چه خیل ادوکات بوده است؟ او چی کار میکند؟ بله سرکمیسر، تا همینجا تعقیب کردم. روحی به درون در آمد. من از پایش میروم. من هم قریب رسیدم. مرا انتظار شو. من میروم سرکمیسر. باز او را گم نکنیم. مایلش احتیاط کن. با نردبان به سوی روزنامه مرد ایوین. ملکه تو اینجا باش. من از قفایش میروم. مایلش. این آدم کجا گم شد؟ اکنون احوالمون بد شد. خوش آمدید. خوش باشید. مرحمت جناب دادستان. مرحمت.
ممدو پلیس صدای سلاح سرکمیسر صدای سلاح این باز چیه؟ خیلی عجیب چی شد؟ چی درد داری؟ یارینه آرام باش آرام باش سلاحت را پرتافته تسلیم شو فوراً یاری فرستید به ما آتش کشادند فوراً یاری فرستید با دقت قسم‌های اطراف آمرلی با دقت قسم‌های اطراف آمرلی تو خودت گناهکاری ممدو اکنون باید که از ما بمیرد نفس گیر نفس گیر تو بابا یاره بگو چیزی گفتنی باشه با من بگو تو بگو با من زودتر بگو زودتر بگو گبزن مرحمت یگید